سلام، به آموزشگرام خوش اومدید. برای میکاپ ویدیوها یه ویدیوی ساده و بدون میکاپ مثل این رو میبریم توی برنامه کپکات. نسخه اندروید برنامه کپکات هم براتون توی کانال تلگرامم میذارم. این نسخه بدون مشکل ارور اینترنت کانکشن هست، پس حتما نصبش بکنید. آدرس کانال تلگرامم هم توی توضیحات ویدیو یا دیسکریپشن براتون میذارم. وارد برنامه کپکات میشیم. روی نیو پروژکت کلیک میکنیم. ویدیوی بدون میکاپمون رو انتخاب میکنیم. روی اد کلیک میکنیم. روی نوار ویدیو کلیک میکنیم. از ابزارهای پایین گزینه روتوش رو انتخاب میکنیم. روی فیس کلیک میکنیم و بخش میکاپ رو انتخاب میکنیم. کمی صبر میکنیم تا این بخش برامون بالا بیاد. یکم طول میکشه ولی در نهایت بالا میاد و مثل نسخه های دیگه ارور نمیده. هر میکاپی که میخوایم رو انتخاب میکنیم. مثلا من همین اولی رو انتخاب میکنم. از خط پایین میتونید میزان میکاپ رو کم یا زیاد بکنید ولی من دست نمیزنم، میذارم رو حالت خودکار بمونه. و در نهایت روی تیک پایین کلیک میکنیم و روی فلش بالا کلیک میکنیم تا ویدیومون ذخیره بشه و حالا تغییرات رو با هم دیگه میبینیم. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. برای آموزش‌های بیشتر لطفاً آموزشگرام رو سابسکرایب کنید.